سلام، با من همراه باشین. میخوام یه دونه بالدرام ترکی آتیشی به شما آموزش بدم که تو طبیعت مهمونی چیزی جایی میرین واقعا پیش دوست آشنا رفیق کم نیاری. با من همراه باش تا آخر ویدیو. از این قسمت باید حتما برش بزنی که مرینتش میکنی مواد میانیش مرینتش بره داخل این که جوجت خیلی خوشمزه بشه. برای اینکه عزیزم ما زیاد وقت شما رو نگیریم اومدیم تمام بالدراما رو برش زدیم آماده کردیم واسه مرینت کردن. ویدیو هم زیاد طولش ندیم که شما هم اذیت نشین. خب الان بریم برای مرحله مرینت کردن و امیدوارم که باب دلتون باشه. با من همراه باشید. خب این بالدراما رو ما برمی‌داریم توی یه تاپینگ یه ظرف یا چیزی که شما داشته باشید میتونه بریزین. اینو ما فعلا سواش کنیم. شروع میکنیم از جعفری. برای هر کیلو ما 10 گرم جعفری میزنیم که ما از قبل آماده کردیم. جعفریمون رو خرد میکنیم. یه نیش هم بهش اضافه میکنیم که برای هر کیلو 10 گرم. خوب خردش میکنیم که عطر و بو طعمش بزنه بیرون. خب ما جعفری گژنیجمون رو الان ریختیم. ما الان احتیاج داریم به ماست. خب از ماست شروع میکنیم. برای هر کیلوگرمش ما احتیاج داریم به 50 گرم ماست. خب ماستمون رو اضافه میکنیم. شما میتونید وزنم کنید، میتونید چشمی هم انجام بدید. خب چون من بالدرامم کمه گفتم برای هر کیلو شما 50 گرم میزنید. ماست هم خامه‌ای باشه یا ماست چگیلی باشه که خیلی بهتره. من سعی میکنم از ماست خامه‌ای استفاده کنم. خب این از ماستمون. خب ما احتیاج داریم بعد ماست به آب پیاز که اونم برای هر کیلو 50 گرم اضافه میکنیم. اینم از آب پیازمون. خب سس گوجه تند برای هر کیلو ما 50 گرم اونم سس گوجه اضافه میکنیم. سس گلوریا یا سس همدانی بهش میگن، اونم برای هر کیلو 3 قاشق یا 2 قاشق اضافه میکنیم. خب بعدش هم میزنیم. هم زن دستی باشه یا برقی باشه فرقی نمیکنه. الان ما فلفل قرمز یا پاپریکا اضافه میکنیم که برای هر کیلو اونم 2 گرم میتونی بزنی. من از قبل آماده کردم برای هر کیلو 2 گرم من فلفل قرمز یا پاپریکا آماده کردم. خب دوباره هم نمک اضافه میکنیم برای هر کیلو 10 گرم نمک. بعدش آویشن رو اضافه میکنیم که برای هر کیلو 2 گرم تا 1.5 گرم میتونی اضافه کنی، فرقی نمیکنه. من 2 گرمش رو اضافه میکنم. پول بیبر سعی کنی از پول بیبر ترکیه اصیلش استفاده کنی. برای هر کیلو 25 گرم خیلی عالی میشه. یعنی پول بیبر فراوان این بالدرام ما خیلی خوشمزه و خیلی آبدار و خیلی لذیذش میکنه. پول بیبر خوب که میکسش کردیم به هم زدیم. بعدش ما میام آب لیمو اضافه میکنیم. برای هر کیلو ما احتیاج داریم به 25 گرم آب لیمو. بعدش ما برای هر کیلو یه حب سیر متوسط میزنیم. و در آخرین مرحله ما بهش روغن اضافه میکنیم.
برای هر کیلو یه 10 گرم کافیه. خب الان بالدرامون آماده است، مریندش کردیم، میخوام که بریم. خب اینم از یه مرینت عالی، یه جوجه کباب ترکی بسیار خوشمزه. امیدوارم که باب دلتون باشه و این پست واسه دوستاتون، آشناهاتون، کسی که واقعا بلد نباشه بالدرام خوشمزه رو مرینت کنه واسش بفرستین تا لذت ببرید. امیدوارم تو پست‌های بعدی منو حمایت کنید. دوستتون دارم. خدا یار و نگهدارتون.